در این ویدیو می‌خواهیم در مورد ویتامین ها و مواد غذایی مغذی مفید برای تقویت چشم مطالب مهمی رو با شما در میون بذاریم. با افزایش سن چشم‌های ما در برابر شرایط مختلف آسیب پذیرتر میشه و میتونه منجر به از دست دادن بینایی هم بشه. آب مروارید باعث کدر شدن عدسی میشه و بینایی رو مختل میکنه. این بیماری 20% از بزرگسالان بالای 60 سال و تقریباً 70% از افراد بالای 80 سال رو تحت تاثیر قرار میده. اختلال چشمی دیگری به نام دژنراسیون ماکولا وابسته به سن که شایع‌ترین علت اون ممکنه رخ بده. اگرچه نابینایی در شرایط مختلف رخ میده، اما قرار گرفتن در معرض نور خورشید زیاد و سیگار کشیدن خطر ابتلا به هر یک از این بیماری ها رو افزایش میده. تحقیقات اخیر نشان داده غذاهایی ممکنه پیشرفت این دو بیماری یعنی دژنراسیو چشمی رو کاهش داده و از آسیب عملکردی مرتبط با اختلال بینایی جلوگیری میکنه یا اونو به تأخیر میندازه. در این ویدیو ویتامین ها و مواد معدنی ضروری رو که سلامت چشم رو افزایش میدن و همینطور اثر بخشی اونها رو در درمان آب مروارید، پیلچشمی، گلوکوم، دژنراسیون ماکولا و رتینوپاتی دیابتی رو بررسی میکنیم. بیایید 6 ویتامین کلیدی رو بررسی کنیم که سلامت چشم ها رو بعد از 50 سالگی تقویت میکنه. پیلچشمی یک بیماری شایع مرتبط با سنی که با کاهش توانایی تمرکز بر روی اشیاء نزدیک مشخص میشه. معمولا در حدود سن 40 سالگی شروع میشه، اما با افزایش سن بیشتر قابل توجه میشه. علائم عبارتند از مشکل در خواندن حروف کوچک، نیاز به نگه داشتن مطالب در فاصله دور و همچنین خستگی چشم یا سردرده. هنگام درگیر شدن در مطالعه یا کار نزدیک این بیماری خودشو نشون میده. اولین ویتامین A می باشه که یکی از مهمترین ویتامین ها برای حفظ سلامت چشمه. ویتامین A نقش اساسی در حفظ سلامت شبکیه داره. افراد بالای 50 سال میتونن با مصرف مکمل ویتامین A اطمینان حاصل کنن که چشمانشون مقدار کافی از این ماده مغذی و حیاتی رو دریافت میکنه. علاوه بر این ویتامین های C و E ممکنه به کاهش خطر پیلچشمی با عملکرد آنتی اکسیدان کمک بکنه. این ویتامین ها از چشما در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کرده و بینایی رو تقویت میکنه. بهترین مواد غذایی منابع ویتامین A. با این حال این ماده مغذی رو میتوان در غذاهای حیوانی مانند شیر، تخم مرغ، پنیر و کره نیز یافت. سایر منابع عالی عبارتند از سبزیجات برگدار، هویج، سیب زمینی شیرین، کدو، طالبی و زردآلوست. حال بیایید در مورد آب مروارید صحبت کنیم. آب مروارید شامل کدر شدن عدسی طبیعی چشمی که در پشت انبیه و مردمک قرار داره. زمانی که این قسمت شفافیت خودش از دست میده و ابری میشه، منجر به ایجاد حالهای خیره کننده در اطراف عدسیه چشم میشه و مشکل دید در شب رو ایجاد میکنه. آب مروارید همچنین میتونه باعث کدر و محو شدن رنگ ها هم بشه. در واقع این بیماری به تدریج رشد میکنه و میتونه یک یا هر دو چشم رو تحت تاثیر قرار بده. میرسیم به ویتامین شماره 2، ویتامین C می باشه که یکی دیگر از ویتامین های حیاتی برای حفظ سلامت چشمه. ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان نقش مهمی ایفا میکنه و به طور مؤثر از چشم در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت میکنه. مطالعات متعدد نشان داده افرادی که رژیم غذایی غنی از ویتامین C دارن کمتر در معرض ابتلا به آب مروارید هستند. ویتامین C همراه با ویتامین D میتونن با خنثی کردن رادیکال‌های آزاد و محافظت از چشم در برابر آسیب به کاهش خطر ابتلا به آب مروارید کمک کنند. چندین غذای منابع عالی ویتامین C وجود داره، از جمله مرکبات، انواع توت‌ها، خربوزه، سبزیجات، آناناس، انبه، پاپایا و کیوی می باشه. در واقع کیوی یکی از بهترین منابع ویتامین C می باشه و حتی بیشتر از پرتقال حاوی ویتامین C.
اما در مورد بیماری دژنراسیون ماکولا چه میتونیم بگیم؟ در واقع یک وضعیتی است که به طور خاص در قسمت مرکزی شبکیه به نام ماکولا رو تحت تاثیر قرار میده. ماکولا مسئول دید مرکزیه و هنگامی که بدتر میشه منجر به از دست دادن تدریجی بینایی مرکزی میشه. دژنراسیون ماکولا در اثر ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی از جمله سن، سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض نور خورشید زیاد ایجاد میشه. میرسیم به ویتامین شماره 3، ویتامین ای. ویتامین ای یک آنتی اکسیدان مهم برای ارتقای سلامتی چشمه. این ویتامین در کاهش خطر ابتلا به آب مروارید و دژنراسیون ماکولا مرتبط با افزایش سن با محافظت در برابر آسیب‌های ناشی از نور و سایر عوامل محیطی مؤثره. ویتامین ای نقش مهمی در واقع ویتامین ای یک ویتامین محلول در چربیه و در انواع غذاها هم یافت میشه. منابع غذایی عالی که سرشار از ویتامین دی هستند عبارتند از آجیل، دانه‌ها، روغن‌های گیاهی مانند روغن آفتابگردان و جوانه گندم، آووکادو، اسفناج، برگ چغندر، سیب زمینی شیرین، انبه و پاپایا می باشه. این گزینه‌های مغذی میتونن به اطمینان از دریافت کافی ویتامین ای برای سلامت چشم کمک کنند. میرسیم به شماره 4 که لوتئین و زاگزانتین می باشه. در واقع مواد زاگزانتین در غلظت‌های بالایی در شبکیه وجود دارند. این ترکیبات به عنوان آنتی اکسیدان عمل میکنه و نقش حیاتی در محافظت از چشم در برابر آسیب‌ها داره. مطالعات به طور مداوم نشان میده افرادی که از رژیم غذایی غنی از لوتئین و زاگزانتین استفاده میکنن کمتر به دژنراسیون ماکولا وابسته به سن که یک بیماری چشمی مهمی باشه مبتلا میشن. برای اطمینان از دریافت کافی لوتئین و زاگزانتین گنجاندن برخی غذاها در رژیم غذایی خود مفیده، از جمله سبزیجات برگدار، کدو، تخم مرغ، ذرت، پاپایا و پرتقال می باشه. میرسیم به شماره 4 اسیدهای چرب امگا 3 هستند. اسیدهای چرب امگا 3 به ویژه EPA و DHA به دلیل مزایای بالقوه اونها در کاهش خطر ابتلا به گلوکوم و ریتینوپاتی دیابتی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتند. گلوکوم گروهی از اختلالات که میتونه منجر به آسیب عصبی بینایی و از دست دادن بینایی بشه نقش مهمی ایفا میکنه و این به دلیل افزایش بینایی آسیب برسونه. گلوکوم میتونه توسط عوامل مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی، فشار داخلی چشم و برخی شرایط پزشکی به وجود بیاد. اغلب به عنوان بینایی پنهان شناخته میشه. گلوکوم معمولا در مراحل اولیه خود هیچ علامتی نشان نمیده. اسیدهای چرب امگا 3 خواص ضد التهابی نشان میدن و ممکنه به کاهش فشار داخل چشم کمک کنن که برای گلوکوم مفیده. حتی برخی از مطالعات نشان داده افرادی که دارای سطح بالاتری از اسیدهای چرب امگا 3 در خون هستند کمتر در معرض خطر ابتلا به گلوکومند. حال بیایید در مورد ریتینوپاتی دیابتی بیشتر صحبت کنیم. این بیماری یک عارضه دیابتی است که بر عروق خونی شبکیه تأثیر میذاره. دیابت میتونه باعث آسیب، نشت در رگ‌های خونی شبکیه بشه و منجر به تورم و از دست دادن بینایی بشه. ریتینوپاتی دیابتی علت اصلی نابینایی در بین بزرگسالان میباشه و معمولاً در افرادی ایجاد میشه که برای مدت طولانی دیابت داشتن، زیرا طول مدت بیماری دیابت خطر ابتلا به این بیماری رو افزایش میده. اسیدهای چرب امگا 3 با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو اثر محافظتی بالقوه‌ای بر رگ‌های خونی در شبکیه نشان میدن. همچنین امگا 3 میتونه جریان خون به شبکیه رو بهبود ببخشه و در نتیجه خطر ابتلا به ریتینوپاتی دیابتی رو کاهش بده. منابع عالی اسیدهای چرب امگا 3 شامل ماهی‌ها هستند، مثل ماهی خالمخالی، ماهی ساردین، ماهی تون و منابع دیگر مثل روغن ماهی، صدف و میگو هستند. برای کسانی که از رژیم گیاهخواری پیروی میکنن منابع خوب اسیدهای چرب امگا 3
مکمل‌های جلبرگ‌ها و گردو هست. رسیدیم به شماره 5 ماده معدنی روی که نقش مهمی در عملکرد سعی شبکیه داره. به طور طبیعی روی در غلظت‌های بالا در چشم یافت میشه و کمبود روی میتونه منجر به مشکلات چشمی بشه. مصرف مکمل روی میتونه به اطمینان از دریافت کافی این ماده معدنی ضروری برای سلامت چشم کمک کنه. کمبود روی با مشکلات بینایی متعددی از جمله آب مروارید همراهه. روی در تشکیل و نگهداری عدسی چشم نقش مهمی داره و ممکنه به کاهش خطر ابتلا به آب مروارید هم کمک کنه. علاوه بر این روی نقش مهمی در حفظ سلامت رگ‌های خونی در شبکیه داره و به طور بالقوه از ایجاد ریتینوپاتی دیابتی و گلوکوم جلوگیری میکنه. همچنین ممکنه به محافظت از عصب بینایی در برابر آسیب کمک کرده و خطر ابتلا به گلوکوم رو کاهش بده. منابع غذایی غنی از روی عبارتند از صدف، گوشت گاو، گوشت مرغ، ماست، لوبیا، آجیل و غلات کاملا. در حالی که مکمل‌ها میتونن در کاهش خطر بیماری‌های چشم و بهبود سلامت کلی چشم مفید باشن، اما مهمه که توجه کنید که اونها رو نباید جایگزین یک رژیم غذایی متعادل کنید. در واقع دریافت مواد مغذی از غذا همیشه بهترین انتخاب برای حفظ یک رژیم غذایی سالمه و به طور قابل توجهی میتونه خطر ابتلا به مشکلات چشمی رو کاهش بده. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.